همون جایی که غروب هنر شروع میشه و طلوع بیزینس به اجبار یا انتخاب وارد زندگی هنرمند میشه. میگه روی یه کفه ترازو شعری بود که جانم را گرفت و کفه دیگر پولی که جانم را میخواست. شب برای هنرمند لحظه پروازه، صبح برای بیزینسمن لحظه جنگ و تنها کسایی به مقصد میرسن که بلد باشن بین این دوتا دنیا پل بزنن. هنر پولی نداره، هنر هیچ پولی ندارد برای هنرمند در ایران و خیلی افسوس میخورم که تو کشورهای دیگه اینطور نیست. در کنار هم قرار گرفتنشون واقعا سخته و اینکه بخوای اینا رو هندل کنی، اما اونها هیچ وقت تو ایران نبودن که بفهمن درد واقعی اینا و هنر واقعی انگار مسیرش برای اون ثروتمند شدنی که توی ذهن خیلی ها هست از درد میگذره دیگه. از اون ور اون یه زاویهشه، این که در ایران برای خلق یه اثر هنری واقعی باید از 7 خان رستم بگذری، یه زاویه ماجراست. خب چرا ما بدون هنر نباید زندگی کنیم؟ چرا نمیتونیم توی این کشور هنر رو به عنوان شغل اولمون انتخاب کنیم؟ میگفت باید بمیری تا دیده بشی، دقیقا انگار همینه.